به سری فکتای انیمه خوش اومدید. اینجا قرار مغز شما رو با کلی فکت عجیب خنده‌دار و آموزنده از دنیای انیمه منفجر کنیم. مگه انیمه بدون فکت میشه؟ پس ما در این سری ملحق شین تا پا بزنیم به گوشه از این دنیای ناشناخته. منتظر چی هستی؟ همراه من بیاین. میدونستی شخصیت توتورو در مای نیبر توتورو نماد شانس و حفاظت در فرهنگ ژاپن محسوب میشد؟ میدونستی این انیمه آکیرا اولین انیمه‌ای بود که در غرب محبوبیت پیدا کرد و نسل جدیدی از علاقه‌مندان را به وجود آورد؟ میدونستین کنتارو میورا بیش از 30 سال روی مانگای برزرک کار کرد؟ میدونستین انیمه اسپریتد اوی اولین انیمه‌ای بود که برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن شد؟ و در آخر میدونستین انیمه دث نوت در برخی از کشورها به خاطر موضوعات دارک و بسورانگیزش ممنوع شده. یکی از اون کشورها چینه